به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان ارجمند، آموزندگان گرامی. درس 13 است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی حرف ای. İçecek, 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 نوشاکی، نوشابه، مشروبات. iş, 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 iş، کار، عمل، شغل، پیشه. ای، ای، ای. این کلمه ای است، لیکن وقتی تلفظ ای آخر اونقدر نمایان نیست. ای. مثلا کسی پرسد که نسلسن، چه حال داری؟ ایم، خوبم، ایم. ای. خب ای خوب، نغز. اینک، اینک، گو. این بود درس 13. تا درس نوبتی، خدا نگهدار.